آقای دکتر دندونم درد میکنه. خب چی؟ هی خوارم زنی درست بگو بینم آخه چه شده؟ آقای دکتر از دیشب به نسم وارم کرده، امروز صبحم بدتر شد. خوارم درست بکن ببین هی یه کاری به سرش نیاوردی؟ راستش سیسی دیشب براش خوردم رفته لام گیر کرده. هی زبون بیا کمکمون کن، آجین تیغ ماهی دیشب توش گیر کرده. به کجا را زبان بزنم؟ زبون چیه بیشور، کمکمون کن تیغ در بیاریم. میتونی؟ خوارم زبانم دیه بزنم؟ نه. اینجا بزنم؟ تو نه علی اینجا بزنم. گفتم نه حوال بیشور دسته رو بکش. هی تو به درد من نمیخوری. هی انگشتک گفت چه شده داشی؟ داشت یه کمکی میکنی تیغ از این خانم در بیاری. ای به بان سرم اینجا رو انگوش کنم. اینجا چطور؟ کار خودشه. خود لسر برادر کردی خوب گوش کن. یه لیوان آب نمک گرمی برمیداری تو دهنت میچرخانی که التهاب کم کنه و عفونت نکنه. یه مقداری هم لسر شل میکنه. حالا اگه تانستی با یه منچینی تیغگه میکشی بیرون، اگر نه میری دندان پزشکی خوب کنه.